سلام دوستان، امروز اومدم تجربهم رو از پخت نون همبرگر با استیو استارتر باهاتون به اشتراک بذارم. این نون فقط عطر و طعمش متفاوت نیستش، بلکه بافتش هم فوق‌العاده نرم و سبکه. استیو استارتر یک نوع خمیرترش سفت است. به خاطر رطوبت پایینی که داره تخمیر آهسته انجام میشه و همین تخمیر آهسته باعث عطر و طعم خاص و بافت سبک نونایی میشه که با استیو استارتر درست شدن. اینو به خاطر داشته باشین که برای اینکه استیو استارتر خوبی داشته باشیم در قدم اول باید یه خمیرترش فعال و قوی داشته باشیم. یکی از دلایلی هم که باعث شده این نون ما خیلی نرم و لطیف باشه وجود یودین در این نونمون هستش که از شب قبل درستش کردیم و به خمیرمون اضافه کردیم. دستور کامل یودین رو توی کپشن براتون می‌نویسم. خمیرهایی که مقدار قابل توجهی کره و تخم مرغ دارن نیاز به ورزهی بیشتری دارن، چون که چربی موجود در کره و تخم مرغ باعث میشه که خمیر ما دیرتر به شبکه گلوتنی برسه. یک سری توضیحات مفصل رو در استوری در مورد خمیرهایی که چربی بالایی دارن براتون میذارم. به ورز دادن ادامه میدیم تا جایی که کره کاملا به خورد خمیر بره و به یه خمیر نرم و لطیف برسیم. توی این مرحله از کار خمیر کاملا دور قلاب خمیرزن جمع شده و دیگه نیاز به ورز دادن نداریم. خمیر رو بالا میاریم و از یه تست کشش یا تست پنجره میگیریم و بعد خمیر رو از کاسه همزن خارج میکنیم. به سطح کار انتقال میدیم و با چند تا اسلپ پول خمیر رو جمع میکنیم و داخل ظرفی که از قبل چربش کردیم میذاریم استراحت بکنه تا حجم 2 برابری بگیره. مدت زمان حجم گرفتن خمیر به دمای محیط و میزان چربی خمیر و نوع استارتری که استفاده کردیم داره. خمیر رو داخل ظرف انتقال میدیم و اجازه میدیم که استراحت بکنه. مثل خمیر من حجمش 2 برابر بشه و از ظرف خارجش میکنیم. خمیر رو به تکه های 120 گرمی تقسیم میکنیم و تو دستمون چونه میکنیم. دقت داشته باشیم برای نون همبرگر چونه هایی که میگیریم باید کاملا گرد باشن که فرم و شکل نهایی خمیر و نونمون کاملا گرد و یک دست باشه. اگر میبینید که خمیر من سفت هست، من خمیرم رو یک شب تا صبح توی یخچال استراحت سرد بهش دادم، به خاطر همین خمیر من منسجم و سفت هست. ولی حتما نیاز نیستش که به خمیر استراحت سرد یخچالی بدین، چون من تایمم و زمان بندیم به شب خورده بود مجبور شدم که خمیر رو یک شب تا صبح داخل یخچال قرار بدم و ادامه کار رو فردا صبحش انجام بدم. برای استراحت خمیرها وسط خمیر استکان کوچیک آب جوش میذاریم و کمی با دستمون روی خمیرها فشار میدیم و روشو با یه ظرفی میپوشونیم که به اصطلاح پرفه بشه و در آخر رومال تخم مرغ میزنیم میره برای پخت داخل فری که از قبل گرم کردیم و دمای فر برای پخت این نوع نون ها 180 درجه باشه که پخت به آرومی انجام بشه که هم مغز نون پخته بشه و هم رنگ نون خوش رنگ و طلایی بشه. امیدوارم شما هم این نون خوشمزه و خوش رنگ رو درست بکنید و از خوردنش نهایت لذت رو ببرید. برای دیدن آموزش های بیشتر وارد پیجم بشو و استوری ها رو حتما دنبال کن.